خیلی مدل عروسکیه و خیلی عروسا و مشتریان میپسندنش. با من همراه باشید که ببینید. خب حالا میخوام یه فرق دیگه بهتون آموزش بدم که این خیلی ساده است، پیچه ولی اون پیچ دوتایی نیست، مو نیاز به پوش نداره، ولی این مدل به درد موهایی میخوره که خودشون حجیمن، تارشون ضخیمه، تار موها ضخیمه و حجم خوبی داره مو و نیاز به پوش نداره. نگاه کنید، مو رو پیچ میدم تا انتها، خیلی راحت از سمت راست میارم به سمت داخل و میپیچم. نگاه کنیم و در نهایت شلش میکنم. خب حالا تاج میزنم روی این فرق وسط. نگاه کنید، بسیار شیک.